کرم 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 در ترکیب کرم مقدار زیادی ویتامین‌های منرالی وجود دارند. در آن ویتامین‌های A، B1، B2، B5 و 3 بوده دارای کالی، کلسیم، مگنی و یا میباشد. این ویتامین‌ها برای هضم معده ما کمک می‌رسانند. اگر ما این نمودی سبزیجات را استعمال کنیم خوب و سالم به پایان می‌رسیم. سبزی میو 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 سبزی سبزی دوستان عزیز، سبزی برای سلامتی ما خیلی فایده کامل می‌آورد. در آن ویتامین‌های گروه B وجود دارند. دارای کلسیم، مگنی و گلوکوز میباشد. سبزی کمخونی را برطرف میکند و بینش چشم را خوب میگرداند. اگر ما سبزی را استعمال کنیم قوی و بردم کلان میشویم. میو 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 میو. بودرینگ 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 ما باید استعمال کنند. آن به ارگانیسم ویتامین‌های A، B1، B2 و 3 را می‌دهد و برای کار درست روده‌ها یاری می‌رساند. در ترکیب بودرینگ کالی، مگنی و تیفولی وجود دارد. شلغمچه Piu 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 piu. شلغمچه شلغمچه Piu 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 piu. شلغمچه دارای ویتامین‌های B1، B2، B5، B6 و B9 بوده در خود کلسیم، کالی و مگنی را دارد. استعمال شلغمچه برای آوردن اشتها کمک می‌رساند. Piu 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 piu. پومیدور 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 سبزیجات خوبی خوردنی باب و فایده‌ناک است. ترکیبش کسلات‌های فولی، ماده ارگانیکی، کالی، کلسیم و مگنی دارد. استعمال آن سلامتی ما را از بیماری‌های معده، روده و کمخونی امین می‌دارد و ما اراده قوی می‌بخشد. کدو Eubuch, 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 eubuch. کدو کدو Eubuch, 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 eubuch. کدو در ترکیب خود مگنی، کلسیم و یود دارد. اگر ما افزای کدو را استعمال کنیم مقاومتی ارگانیسممان را بیشتر می‌گردانند و پرزور کلان می‌شوند. Eubuch, 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 eubuch. لبلبو 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 استعمال لبلبو یکی از سبزیجات فایده‌ناک به شمار می‌رود. لبلبو دارای ویتامین‌های گروه B است.
در ترکیبش کلسیم، مگنی و یود دارد. استعمال آن ما را از بسیار کسلی‌ها امین می‌دارد. کمخونی را پیشگیری می‌کند.